سلام به همراهان پر انرژی کانال نقشه راه معاملات روزانه تحلیل طلا، نزدک، بیت کوین. امروز با شما هستیم تا تحلیل دقیق و جذاب از بازار طلا با نماد XAUUSD داشته باشیم. اگه میخواهید از روند صعودی طلا بهره برداری کنید و استراتژی‌های معاملاتی خود را تقویت کنید، این ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید. تحلیل روزانه بازار طلا میتونه به شما کمک کنه تا بهترین تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنید. امروز با بررسی روند دقیق صعودی طلا و تحلیل سطوح کلیدی به شما خواهیم گفت چگونه از این نوسانات بازار برای کسب سود بیشتر بهره برید. با ما همراه باشید تا مسیر موفقیت را هموار کنید. ابتدا میریم به تایم فریم بلند مدت 4 ساعته که همونجور که در شکل می‌بینیم کندل‌های پرقدرت صعودی داشتیم. مقاومت‌های کلیدی که داریم 27.76 27.83 27.91 هستن و حمایت‌های کلیدی که داریم 26.94 26.90 27.20 و 27.21 می باشد. در تایم فریم یک ساعته احتمال اصلاح وجود داره. چند بار به این سطح 27 28 اگه اشتباه نکنم برخورد داشته. سطح مقاومتی 27.76 بله 27.76 یه اصلاحی داشته، اما روند صعودی همچنان ادامه داره. کما اینکه می‌بینید که این کندلی که هست اینجا تو این تایم فریم یک ساعته قوی هم هست. در تایم فریم 15 دقیقه در تایم فریم 15 دقیقه حرکت نزولی به سمت 27.62 27.71 اینجا دیده میشد. الان کندلایی رو که الان داریم میبینیم داره باز به سقف کانال 15 دقیقه همون برخورد میکنه. باید ببینیم که از این عبور میکنه یا اینکه نه دوباره برمیگرده به این کف. برای ادامه موفقیت در معاملات طلا استراتژی زیر رو دنبال کنید. ورود به بازار در سطوح حمایتی یا مقاومتی. پیشنهاد میشه که در نزدیکی سطوح حمایت وارد معامله خرید بشین، در سطوح مقاومتی وارد معامله فروش بشید، البته با نگاه کردن به تایم فریم های بلند مدت. صرفا اینجا نیاییم وارد بشیم وقتی که در تایم فریم یک ساعته کندل قوی به سمت بالا میبینیم. همچنین مدیریت ریسک رو در نظر داشته باشید. همیشه حد ضرر و حد سود خود رو تنظیم کنید و از توقف ضرر نزدیک برای کاهش ریسک استفاده کنید. در تایم فریم 5 دقیقه که امروز خیلی براتون صحبت نکردم در موردش و برای نقاط ورود استفاده میکنیم برای ورود به معامله. اگر شما معامله‌گر کم ریسک هستید، با توجه که امروز آخر هفته هستش و ما تعطیلات روز آینده شنبه یک شنبه در بازار جهانی داریم، یه ذره با احتیاط بیشتری معامله کنید و اگه میخواین در تایم فریم کوتاه مدت یک ساعت و 15 دقیقه و 5 دقیقه بر اساس اینکه الان در یک ساعت روند صعودی رو داریم دنبال فرصت خرید باشیم در تایم فریم 5 دقیقه و 1 دقیقه و حد ضرر و حد سود رو هم بر اساس سطوح حمایتی که در شکل مشخص شده استفاده کنید. اگه این تحلیل برای شما مفید بود حتما ویدیو را لایک کنید، نظرات خود رو در کامنت رو با ما به اشتراک بذارید. برای دریافت تحلیل‌های روزانه و سیگنال‌های معاملاتی کانال ما را سابسکرایب کنید و از فرصت‌های طلایی بازار جا نمایید. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. موفقیت‌های بزرگ در انتظار شماست. تا ویدیو بعدی بدرود و معاملات پرسود داشته باشید.